از تقدیمات شهلا سیف‌الدینова. تو به دلم زدی، میفهمی؟ یک پسری زندگی میکرد و او خیلی عصبانی بود و خود را داشتن نمیتوانست. یک روز پدرش با او گفت: پسرم، وقتی غضبت میآید از این میخو گرفته به این درخت بزن، برای چی بودنش رو بعداً میفهمونم. فهمو؟ در روز اول یک چند میخ را کوبید و روز دوم بیشتری را. از بین مدتی گذشت. با پدرش گفت: پدر جان، با شرافت شما من قهر و غضبم را از خود دور کردم. اکنون پسرم، امروز رفتم میخوی زدت را از درخت میکنیم. وقتی به انسانها سخنهای قبیح میزنی، در دل آنها به مثال این سوراخی ها زخمهای پیدا می شود که دیگر نمی رود. هر یک سخنی گفته در قلب همچون زخم. بهترین ترانه قصه ها در پرتل شهلا سیف‌الدینова.